ما راجع به بیکاری و موانع اون هستش که در خدمت جناب آقای دکتر مشاغلیان هستن، کارشناس ارشد و دکترای رفع و حل موانع و مسائلی که راجع به بیکاری وجود داره. دکتر سلام. بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. یه سلام ویژه دارم خدمت شما که هر روز در حال پیشرفت هستین و امروز برای اولین باره که اسم منو درست فرمایش کردید. خواهش می‌کنم. البته من همیشه درست میگم، مشکل تایپی وجود داشت. بگذاریم. بله بفرمایید. بله بگذاریم بهتره، چون اصلا من حوصله ندارم من اول برنامه با شما بحث کنم. بله، موضوع ما راجع به بیکاری آقای دکتر. بله، آدم تو زنده است باید کار کنه. بله. اصلا مگه ما بیکاریم که راجع به یه سری از آدمای بیکار بخوایم حرف بزنیم؟ بله. ببین اینا یه مش آدم تنبل هستن که فقط میخوان دنبال یک لقمه بگردن که کار خودشونو پیش ببرن. نه آقای دکتر، منظورم همه آدما نیست. بعضی اصلا دوست ندارن بیکار باشن ولی متاسفانه شغلی ندارن که انجام بدن. برای اینا شما چه برنامه‌هایی در نظر گرفتین؟ بله، ما بحث‌های مختلفی واسه دوستان در نظر گرفتیم که به صورت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی براشون برنامه پخش می‌کنیم و اینا میتونن برنامه ما رو تماشا کنن. این شغله آقای دکتر به نظر شما؟ یعنی شما فکر می‌کنید مثلا این آدمایی که دارن برنامه ما رو نگاه می‌کنن مثلا بیکارن دارن برنامه ما رو نگاه می‌کنن؟ نه آقای دکتر، اینا که نشستن پای تلویزیون بیکار محسوب نمیشن، ولی مثلا میگم که شغلی ندارن، درآمدی ندارن. منظور درآمده. الان به نظر شما همین آدما بشینن پای تلویزیون برنامه ما رو ببینن بهتر یا برن بیرون ولگردی کنن یا برن بیرون علافی کنن یا هر اشتباه دیگه برن معتاد بشن؟ بله، میشن پای تلویزیون ما برنامه ما رو نگاه می‌کنن لذت می‌برن دیگه. آقای دکتر من متوجه منظور شما شدم ولی شما متوجه نشدید. منظور از شخص بیکار شخصیه که شغل و درآمد نداره. از این لحاظ گفتم. شما چه شغل‌هایی در نظر گرفتین؟ چون کارشناسی زیاد داشتین راجع به این قضیه. بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. من و همکارانم خیلی تلاش کردیم توسط مشاوران و کارشناسایی که داریم و اینکه ماها تلاش کردیم که یک شغل و یک کار خوب واسه این دوستان در نظر بگیریم. بله بسیار عالی. میشه چند نمونه رو برای ما و شنوندگان بینندگان عزیز بفرمایید؟ بله، ببین ما با این کاری که کردیم درصد بیکاری رو به 0 و شاید زیر 0 رسوندیم. بله. مثلا این مشاغلی که مثلا ما در نظر گرفتیم مثلا نیروهایی هستن که مثلا پذیرش میکنن خیلی زیادن. ببین عزیزان نگران نباشن و ببینن که بنا به سلیقه خودشون این کارهایی که ما در نظر گرفتیم کدومو پسند میکنن. چه جالب. حق انتخاب هم دارن عزیزان. بسیار عالی. بله، حتی ساعت کار مثلا ساعت کارشون هر موقع دوست دارن مثلا میتونن کار کنن، هر موقع دوست ندارن میتونن برن استراحت کنن، تفریح کنن. خیلی مهمه. بله. چه جور کارهایی هست اینا؟ ببین کارهای زیادی در نظر گرفتیم. مثلا یکی از این شغل‌ها مثلا پارکبان 2. پارکبان 2؟ بله. ببین پارکبان 2 کارش چیه؟ ببین پارکبان 2 میاد چیکار میکنه؟ میاد جاهایی که خالیه، یعنی ماشین نیست، اونو میاد اشغال میکنه. بسیار عالی. خب میاد اشغال میکنه. مثلا هر کسی اومد میگه ببخشید نه مثلا دوستم رفت دور بزنه فلان چیز. بعد ماشینی که اومد اونجا میگه آقا بیا اینجا ماشین پارک کن. بعد یه پولی یارو بهش میده. جا پارک پیدا کنه. جا پارک پیدا کنه. آره. و این شغله. این شغل. بله. بعد همزمان میتونه کار دیگه هم انجام بده. چون ببین یه مدت که بیکار میشه چیکار میکنه؟ میاد تو طرح زوج فرد شرکت. ببخشید معذرت میخوام جناب دکتر، اینجا اصلا به کار نمیره چون اصلا طرح زوج فرد اینجا نداریم. یکی از مسائلی که باعث میشه که آدم کار خودش از دست بده اینه که این زبونش بیشتر از عقلش کار میکنه. برای همین کاری که شما دارین الان انجام میدید. بله ببین اصلا شاعر خیلی قشنگ میفرماید، میگه که زبان سبز سر سرخ میدهد برباد. معذرت میخوام، اون زبان سرخی که سر سبز رو برباد میده. نه آقای کارگردان؟ نه زبان از اول سبز بعد سرخ میشه دیگه، یعنی سرخ میشه قرمز میشه. و مثل درخت سیب میمونه. ببین سیب اول سبزه، سبز بعد سرخ میشه. معذرت میخوام ببخشید، یعنی الان خیار اول سبز بعد سرخ میشه؟ نه مثلا فلفل دلمه‌ای اول سبز بعد سرخ میشه. فلفل سبز هم زرد هم داریم آخه. نه اونا فقط سبزن، اینا سرخ میشن. بله من اصلا منظورم این نبود. منظورم این بود که من اصلا تو برگر سوال میپرسم. ببخشید آقای دکتر، داریم راجع به معضل بیکاری صحبت میکنیم. میخوام که شما که دکترای رفع موانع بیکاری رو دارید بیشتر صحبت کنید راجع به مشاغلی که وجود داره و جوانای عزیز ازش بیخبرن. بله سوال خیلی به جای بفرمایید. من همینجا به جوانای عزیز میگم جوانای عزیز، به تعداد آدمهای روی زمین کار هست، فقط باید بگردید دنبالشو پیداش کنید. به اجازه بدید ما و عزیزان تشویق کنم به عدد آدم‌های
کار وجود داره، فقط باید بگردین. بس دیگه داریم صحبت میکنیم، فقط باید بگردین و پیداشون کنین. آقای دکتر میشه چند نمونه مثال هم بزنید؟ بله خیلی مثالهای خیلی زیادی میشه. خواهش می‌کنم. ببین مثلا همین عروسی ها، بله. شما میری وارد عروسی، هم غذا میخوری، هم بهترین عزت و احترام داری، هم تفریح میکنی، هم پول جمع میکنی میای خونه. کجا میتونی همچین؟ چجوری میری تو عروسی؟ خب همه عروسی که آدم نمیتونه بره، کارت دعوت لازم داره. الان که جلوی تالار جلوی آدم میگیرن کارت باید نشون خب بدی. ببین باید زرنگ باشی، باید از فکر ببین خدا اصلا عقل داد. البته خب به تو که نداد، چی کلا به عقل داد چیکار کنه آدم؟ چیکار کنه؟ فکر کنن دیگه. فکر کنه. آره ببین این موقع باید فکر کنی. بسیار زیبا بود. خدا عقل داد که فکر کنیم. بسیار زیبا. خدا عقل تو فکر کن. اینا که همه میدونن. بله بفرمایید، خواهش میکنم. بله ببین اینجا ببین چه زمانی باید بری داخل تالار؟ زمانی که داماد داره میاد میاد داخل. بله. وقتی که داره میاد داخل همه دیگه جمع میشن فلان چیزا شروع میشه. تو همین شروعای تو میری داخل. بله. میری داخل، بعد هر جایی که داماد وسطه تو هم باید وسط باشی. بعد یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه، چند تا شنا رو باید بلد باشی. شنا قورباغه بلد باشی، شنا شیجه باید بلد باشی. مثلا خب تو تالار که دیگه چیز نداره، استخر نداره که شنا بلد باشن. مگه اونجوری شنا نمیشه؟ مثلا شنا تو خشکی مگه نداریم؟ بعد آقای دکتر ببخشید، مثلا چجوری میشه که یه نفر مثلا مثل شما که نه، مثلا یکی مثلا این همه شغل داره، یکی که تحصیلات بسیار زیادی داره، مثلا دکترا داره، فوق لیسانس داره، یه شغل هم نمیتونه پیدا کنه، این به نظر شما تضاد نداره؟ نه هیچ تضادی نداره. ببین باید جانشینیه دیگه. ببین ما تلاش میکنیم ژن خوب بیاد جای ما بشینه. ببین این صندلی میبینید؟ بله. این صندلی میشه موروثی. ببین هر مسعودی که روی یک صندلی بشینه، اون صندلی ارث خودشه. و این به بچهش میرسه، به نوش میرسه، به نوادگانش میرسه. بهش میگن چی؟ جانشینی. جانشینی. آقای دکتر شما یه سال دیگه بر خودم هم پیش اومده، شما چطور وقتی مثلا 38 تا به قول خودتون شغل دارین چی کار میکنین، مدیریت میکنین که در طول 24 ساعت خوابتون نبره؟ اکثرا به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ببین این چرت زدن. ببین ما همراه خودمون گلابی میبریم، گلابی رو میگیریم به خاطر این چی؟ به خاطر اینکه چرت نزنه. یعنی گلابی وقتی میخورین چرت. بسیار عالی. شنوندگان و بینندگان عزیز بدونید وقتی گلابی میخورین آقای دکتر میفهمن که چرت نمیزنین. چی داری میگی؟ چه ربطی داره؟ گلابی میخوری خوابت میگیره دیگه، اصلا کلا میخوابی دیگه. من هر موقع جلسه مدرسه دارم حتما گلابی هم خودم میبرم. بعدش میگم تحصیلات شما چیه؟ من 4 تا فوق لیسانس دارم آقای دکتر، ولی همچنان میبینید که این اصلا کاری که انجام میدیم شغل حساب نمیشه. همینجوری هستیم که بیکار نباشیم. چجوری مثلا یکی اینقدر شغل داره، یکی دیگه مثل ما اینجوری؟ شما هیچ فکری نکردیم برای ما جوونا؟ ببین شما اشتباه کردی. شما باید برید تو آموزشگاه‌های ما ثبت نام کنه. این هم درس خوندم واسه آموزشگاه میام. بله مثلا برادرزاده من کار نداشت. بله. بعد پدرش گفت چیکار کنم چیکار نکنم. بعد گفتش که من مثلا این مدرسه رو دوست ندارم، این دانشگاه رو دوست ندارم. درسته. بعد برادر من اومد یک دانشگاه تأسیس کرد براش. بعد همه دوست و رفیقام میان تو این دانشگاه درس میکنن، همه‌شون هم شغل. یعنی من یه فوق لیسانس دیگه تو دانشگاه شما بگیرم میتونم شاغل بشم؟ 100% میتونی شاغل بشی. واقعا اینا نامردی نیست آقای دکتر؟ مثلا آدم بیاد حتما بیاد تو آموزشگاه شما، تو مرکز شما، تو جایی که شما هستین اونجا درس بخونه، اونجا کار کنه که شاغل بشه، وگرنه جای دیگه نمیتونه داشته باشه. و شما به تنهایی یک نفر در طول 24 ساعت 38 تا شغل داشته باشی، بقیه نداشته باشن؟ من عرضه دارم میتونم 38 اصلا 50 60. خب شما اجازه نمیدین بقیه عرضه‌شون رو نشون بدن آقای دکتر؟ شما اگه عرضه داشتی میتونید واسه خودت شغل ایجاد کنید. شما اجازه نمیدین همه شما گرفتید. شما 38 تا داری، 40 تا برادر داری، 60 تا داداش داره، اون یکی داره، به ما نمیرسه اصلا. بله همین شما هستیم. ما همیشه باید واسه خودمون اسفند دود کنیم. اینقدر شما حسودید، اینقدر ما رو چش میزنید. بله چش میزنید تا ببینید طرف دو تا شما 24 ساعت ما آقا ببخشید ما 24 ساعت زمان داریم. تو 24 ساعت هم اگه شما بخواید 38 تا شغل اداره کنید نمیشه. ببخشید. یک ساعت هم نمیتونی واسه وقت چجوری کار میکنید؟ درآمدتون چقدر سر به فلک میکشه؟ دوسته ما ها اینجوری داریم ژن خوب هستیم، ژن خوب هستیم میتونیم ازت تو شغل داشته باشیم. کسی ژن داره که ژنت خوب باشه؟ بله ژن نداره که دلیوری، سفارش و تحویل غذا. وهم یک جور شغل دوستان عزیز. با تو انگلیسی بریم بلد